get to Bruges. I didn't even know where Bruges fucking was. It's in Belgium. معماری گاتیک، کانال‌های آب و قایقاش، پل‌ها و آرامش منحصر به فردشون، کوچه‌ها و خیابونای سنگ فرش شده، اجراهای شبانه، تو شهر کوچیک و رویایی بروژ. Bruges is a shithole. Bruges is not a shithole. Bruges is a shithole. Ray, we've only just got off the fucking train. Could we reserve judgment on Bruges until we've seen the fucking I place? know it's going to be a shithole. با هم تا آخر این ویدیو همراه باشیم، با همین شهر رو بگردیم و در آخر این ویدیو نظر واقعیمون رو راجع به بروژ بگیم. سفر 2 روزه ما 18 ماه می توی یه روز آفتابی از دویسبورگ شروع شد. دلیل اصلیش هم شاید همونطور که از اول این ویدیو فهمیدیم فیلم مورد علاقه من و اشتان یعنی این بروژ بود. ما از همون 10 سال پیش که این فیلم رو دیدیم همیشه دوست داشتیم یه روز این شهر رو نزدیک ببینیم. مبدأ ما دوسلدورف بود و همین بهونه شد تا یه نصف روز رو هم بتونیم توی این شهر بگردیم. تقریبا 3 ساعت وقت داشتیم تا حرکت. ما هم یکم شهر رو گشتیم، یه کوچولو خرید کردیم و غذا خوردیم. بالاخره ساعت 5 عصر شد. سفر 3 ساعته ما تا بروژ از روی رودخونه راین شروع شد.
تقریبا نزدیک غروب بود که ما رسیدیم به مقصد اصلیمون، یعنی شهر بروژ. طبق عادت همیشگی من و اشتاین تصمیم گرفتیم که پیاده راه بیفتیم بریم به سمت هتل، اتاق رو تحویل بگیریم و توی شب هم شهر رو بگردیم. کانالای آب توی شب با این نورپردازی‌ها واقعا رویایی و یه آرامش خاصی دارن. تقریبا توی تمام کوچه‌های فرعیشون هم اینطوری کافه رستوران و کلی آدم توش نشسته. بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت پیاده روی ما رسیدیم اینجا که میدون اصلی شهر. این ویو شبشه، خیلی سرزنده و شلوغه. توی همین میدون اصلی شهر این برجه قرار داره که چند تا از سکانس‌های معروف فیلم این بروژ اینجا ضبط شده. این سل میدون هم مخصوص کافه و رستوراناشه. ساختمونای خیلی خوشگل داره. من تمام مدت اونجا داشتم فکر می‌کردم که این ساختمونا توی کریسمس چقدر میتونن رویایی باشن. تو اکثر کانالا ایستگاه‌هایی هست که میتونی قایق سوار شی و شهر رو از روی آب ببینی، ولی خیلی شلوغ بود. ما حوصله نداشتیم توی صف وایسیم. دقیقاً کنار یکی از کانالا این ساختمونه که هتل هایدات ری و کن توی فیلم بود. بقیه صبح ما با پیاده روی توی کوچه پس کوچه های سنگ فرشی و دیدن ساختمون های جذاب شهر گذشت.
تو این گشت و گذارا یهو رسیدیم به این مغازه جذاب. Is the swan still there? Yeah, the How swans. can fucking swans not fucking be somebody's fucking thing, eh? How can that be? توی یکی از میدونای شهر یه فستیوال تایلندی بود که همه چیش راجع به غذا، موزیک، فرهنگ و کاستومای تایلند بود. بعد از ناهار و استراحت توی این پارک ما راه افتادیم بریم سمت مقصد جذاب بعدیمون. جایی که داشتیم میرفتیم به مرکز شهر و جاهای توریستی دور بود. سمت آرومتر شهر بود ولی خب میبینید که اونجا هم خیلی خوشگل و تمیز بود و همیشه ارزش دیدن داشت. بالاخره بعد از کلی پیاده روی جایی که میخواستیم رو پیدا کردیم. حالا اینجا کجاست؟ این پارک آبنما و بندستن لوکیشن فیلمبرداری یکی از احساساتی ترین صحنه های فیلم بود. بعدش راه افتادیم و رفتیم سمت هتل. یکم توی بالکنش استراحت کردیم. برای شام با 5 تا از دوستامون قرار گذاشتیم، رفتیم بیرون و سفر ما اینجا تمام شد. امیدوارم دوست داشته بوده باشین. I've got to quite like Bruges now. It's like a fucking fairy tale or something.